کدام باشه؟ کدام باید نزدیکتر باشه با تو عادت کردمه همی بادت کردمه و همه رنج و عذابت یار صبر و طاقت کردمه و همه رنج و عذابت یار صبر و طاقت کردمه نمیدونم دلم دیوانه کیست با گلو چراغی روشنم در خانه کیست با گلو چراغی روشنم زیبا بودن با گلو گلی گم کرده‌ام در خانه کیست با گلو و تو عادت کردمه همی بادت کردمه و تو عادت کردمه همی بادت کردمه و همه رنج و عذابت یار صبر و طاقت کردمه و همه رنج و عذابت یار صبر و طاقت کردمه بهترین سوالاتش رو فعال کنم لیکن پیشنهاد من اینه که اگر مثلا همشیره شفقت باشی یا که دوزنده ماهر باشی زردوز باشی این زیباتر است خوبتر است هنر نامدارتر است یعنی که وقتی که دستگاه ماهر داریم وقتی که نیازی مردم رو برآورده میکنیم این بهتر است ولی این فکر من است لیکن صدات خیلی زیبا است جدی سلامت باشی خواهر جان تشکر بزیادی هر شخص نماز از میرم باشی سلامت باشی شما